خوش آمدید. شالوی گلخوجه هستم. سلام. یک جا با شما نخست مرور میکنیم به موضوع امروز 21 مارت. تاجیکستان وطن نوروز است. در دوشنبه برای اولین بار کاروان نوروزی برگزار شد. در راهپیمایی ایدانه هزارها نفر اشتراک کردند. چرا نرخ راهگیرها از دوشنبه به کلاب یک باره 2 برابر گران شد؟ راننده‌ها دلیل‌های خود را پیش می‌آورند. مسافران به انصاف دعوت می‌کنند. در خودستان روسیه گمانبران حمله به مهاجران آسیای مرکزی را بازداشت کردند. حامیان حقوق میگویند مهاجران از شکایت بردن به پلیس میترسند. مردم تهجوی تهدید میکنند و میگویند که زمین آنهاست. تحقیر میکنند، طلب میکنند که مهاجران از اینجا بروند. امروز مرکز شهر دوشنبه شاهد راهپیمایی ایدانه گشت. کاروان نوروزی که یکی از ویژگی‌های نوروزی امسال در پایتخت عنوان می‌شود، هزارها نفر را گرد هم آورد. به فرق سال‌های قبلی این دفعه تنتنه اساسی نوروزی صبح بر وقت آغاز یافت. نوروز یگانه جشن در تاجیکستان است که ساکنان آن را چند روز تجلیل می‌کنند. اتفاق کسبه می‌گوید امسال اهالی تاجیکستان از 21 تا 26 مارت استراحت خواهند داشت. سربیناز روح‌الله و شادمانی یتیم حال و هوای نوروز را به نوار گرفتند. جشن نوروز امساله در دوشنبه 21 مارت با اشتراک 24,000 نفر برای نخستین بار با برگزاری کرنوال یا کاروان نوروزی تجلیل شد. جشن‌های کلان نوروزی در تاجیکستان معمولاً با جلب هزارها مکتبیان و دانش آموزان برگزار می شود که برای شرکت در برنامه چند ساعته هفته‌ها آمادگی می گیرند. تجلیل عید نوروزی پایتخت تاجیکستان امسال در خیابان مرکزی و نزد مجسمه اسماعیل سومانی برگزار شد. در این جشن رئیس جمهور امامعلی رحمان و مقامات حکومتی، ساکنان و مهمانان پایتخت کشور حضور داشتند. امامعلی رحمان برگزاری کاروان نوروزی را از سنت‌های این جشن نام برد که آیین‌های قدیمه را با قبای ایدانه و به شیوه‌های نو تجسم می‌کند. همزمان در برابر جشن اساسی در هر گوشه و کنار دوشنبه نیز عید نوروز را تجلیل کردند. در خیابان‌های پایتخت حضور چشمرس سیاحان خارجی مشاهده می‌شد. 94 سال آمدم. از این طرف آمدم. اکنون دیگه 3 روز شد آمدیم. من کجای تماشا کردید؟ من همین در کنسرت دیدیم ما. کجای می‌خواید؟ اکنون باغ میریم. باغ ابو عبدالله رو دیدیم. But I like to be here in Nowruz. خوشحالم که در جشن نوروز در تاجیکستانم. طبیعت زیبای تاجیکستان و تجلیل باشکوه نوروز مورد توجه خارجیان خصوصا سیاحان است. واقعا مردم تاجیکستان مهمان دوست دارند. در قطار مردم تاجیکستان مردم کشورهای دیگر فارسی زبان به تجلیل نوروز آمدند. گشته‌ام با آل سامان هم نشین. محمد رضا تاج‌الدین شهروند ایران است که از نمایشگاه نوروزی دیدن میکرد. من 12 سال در تاجیکستان هستم. واقعا میگم هیچ جای دنیا، نه تنها آسیای میانه، هیچ جای دنیا عظمت و شکوه و بزرگی و سترگی و هویت و شخصیت باستانی نوروز مثل تاجیکستان برگزار نمیشه. بودجه برنامه نوروزی سال 2019 را آشکار نکردند، ولی در گذشته مطبوعات نوشته بود که خراجات تشکیل جشن میلیون ها سامانه را تشکیل می دهد. حکومت را هم برای خرج زیاد برای تجلیل تنقید می کنند. شادمان یتیم، سربیناز روح‌الله، آزادی، دوشنبه. اما متاسفانه نوروز امسال هم در افغانستان به خون آغشته شد. روز پنجشنبه در پی چند انفجار در کابل 6 نفر کشته شده، 23 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت به سوی مردم که برای تجلیل جشن نوروز جمع شدند از خونپاره انداز آتش گشوده شد. درباره ترکش‌ها در نزد زیارتگاه و قبرستان کارت سخی در محله شهرنشین غرب کابل خبرهای زید و نقیض می‌رسند. بنابر تصویرهایی که تلویزیون محلی به طور
мустақим пахш кард, نیروهای امنیتی تمام جاده را به سوی زیارتگاه مسدود کردند. مسئولیت این حمله را تا حال گروه برداشت نگرفته است. برمیگردیم به توجیکستان. در روزهای تجلیل از نوروز نرخ راهگیری تاکسی از دوشنبه به کلاب 2 برابر بالا رفت. رانندگان میگویند آوازه راهبندی در نورک باعث شده است که از طریق باختر به کلاب روند و این راه نسبتاً دراز و پرخرج است. ولی به قول مسافران در این روزها خرج علاوگی به دوش راننده ها بر نمی شود و آنها از وضع سوء استفاده می کنند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر. کما izin islam کما در خدمات خدمات را که بترسی با همین نخ میره. راهگیرای تاکسی های سمت دوشنبه کلوب در عرفه تجلیل جشن نوروز از 40 سامانی تا 80 سامانی افزوده است. مسافران از وجود این حال به شور آمدند. نمیریم، همینجا میستیم تا ارزان نشه نمیریم. چند سوم میرفتید پیشتر؟ پیشتر 30 سوم میرفتیم. بازی در پول 50 سوم 60 سوم میگه 75 سوم گفته سایز چیزی میگه دانش گفته سایز ما یک ماه کار کنیم از 7 سامان مونده چیکار کنیم خواهد. اینجا محل کیلومتر هفتم دوشنبه است که قرارگاه کیراکش های کلاب است. راننده ها میگویند با سبب زیاد شدن خرج راه نرخ را بالا بردند. برای چی نرخ قیمت شده؟ برای از خالی گشت اومدم. خالی اومدم. گریوچ یک روز از خود میکنم. پس بعد باید از اینجا مسافرها را قیمت برایده؟ خیلی چکرش کنم. چکرش کنم. یعنی شما 30 سومی باید میرفتید یا؟ من 50 سومی گرفتم. پری گریوچ ما برآوردم. ایو طرف خالی اومدم. هیچ که بمن سوم نمیچکید بنزین بریزی. چرا؟ هر روز من نرفتم. منم یکم روز رفتم. مسافران میگویند در این روزها خرج علاوگی بر دوش راننده ها بار نمی شود و آنها از وضع سوء استفاده میکنند. موشه چی بگم آخه؟ خراجات هم خیلی اساس همه کم دارم یکون عید میشه و یکون جشن چی میشه هم خیلی میبردارن نرخ. بالا رفتن راهگیرا بیشتر به کسانی تاثیر کرده است که معاش کم میگیرند. آنها میگویند خرج راه را به گونه دیگر تصور میکردند. شاستان میگم. میروید روزی هستید و همین نرخ رفتن؟ ما میگم خود شاستان ما که میگیرم. میروم. ما یا مکان میگم 5 سال میگیرم. سنه همین قرمی روزای همین سالی نه و هم روزای چیدم خالی نرخورم میگم واسه تو نمیتونن خونه‌شون روان. ضمناً مسافران با صدای بلند راننده ها را به انصاف می‌خواندند چون که جز این علاج را نمی‌دانستند. هر یکی از اینها می‌خواهد تیزتر به جشن خانوادگی نوروز برسد و یگانه راه با راننده ها به موافقت رسیدن بود. روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید. پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید دکمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمینه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. پرزیدنت توجیکستان روز 17 اپریل با یک سفر رسمی به روسیه می رود. مقامات میگویند در این سفر مسئله مهاجرت و سرمایه‌گذاری روسیه در اقتصاد توجیکستان بررسی خواهد شد. به قول مقامات توجیکستان روسیه در جریان سفر امال رحمان 3 سند امضا می شود. اینا سازشنامه همکاری در بخش مهاجرت، سازشنامه عاید به سرمایه‌گذاری روسیه در اقتصاد توجیکستان و سند درباره همکاری در بخش انرژی. جزئیات سندها را نگفتند، اما مقامات توجیک در گذشته گفتند مسئله عفو 226,000 شهروند توجیکستان که از حق ورود به روسیه محروم هستند بررسی می‌گردد.
در روسیه میمانیم. پلیس روسیه در یاقوتستان گروه ساکنان تهجویی را با گمان حمله به مهاجران آسیای مرکزی بازداشت کرد. این حمله ها بعد آن آغاز یافت که چند روز پیش خبری تجاوز یک زن روس از طرف شهروند قرقیزستان ساکنان یاقوتستان را به شور آورد و باعث گردی همایی ها گردید. پلیس از مردم دعوت کرد که از برانگیختن خصومت و عداوت قومی کناره‌جویی کنند و از آزار و تحقیر مهاجران دست بردارند. همکاران ما در این باره گزارش آماده نمودند که آن را طاهری سفر تقدیم می‌کند. این ویدیو از ملاقات مقامات یاقوتستان با 5000 ساکن به شور آمده جمهوری است. گرد همایی دوم مردم بعد نشر خبر تجاوز یک زن روس از سوی مهاجران آسیای مرکزی. آنهایی که این جنایت را کردند بازداشت شدند. قرار سود صادر می شود. هیچ کس را اخراج نمی کنیم. همه را در همین جا به جوابگری می کشیم. با گفته کمیته تفتیشاتی یاقوتستان 16 مارس سه مرد ناشناس با زور یک زن 36 ساله روس را به ماشین انداخته بیرون از شهر بردند و تجاوز کردند. در این باره خود زن بعد فرار از دست آنها به پلیس خبر داده است. فرد متهم زاده قرقیزستان است. عین حال ما هویت مرد متهم را معین نمودیم. سال تولدش 1995 است. در این جنایت باز دو نفر دیگر که نیز زادگان قرقیزستانند متهم می شوند و ما فعلا شخصیت آنها را مشخص داریم. بعد از این قضیه یک هیئت عبارت از نمایندگان وزارت‌های کارهای خارجی، داخلی و مهاجرت قرقیزستان به محل حادثه رفتند. با گفته آنها فعلا در شهر آرامی است، هرچند 2 روز گذشته وضع بسیار جدی بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوارهای نشر می‌کردند که در آن مردم تهجویی مهاجران را دشنام می‌دادند و لطوکوب هم می‌کردند. بیشتر شهروندان ما پاکوجدانانه کار میکنند. متاسفانه این گونه حادثه ها به همه آنها نیز آسیب میرساند. هرچند مقامات در یاقوتستان اذیت و آزار مهاجران را تصدیق نمی کنند، ولی حامیان حقوق در روسیه می گویند لطوکوب مهاجران جای دارد. Он здесь ни при чем. Да не трогай ты его, дядька. Давай, давай. Давай, давай. У меня 4 обращения непосредственно от жертв. من 4 شکایت قربانیان و 10 شکایت شاهدان حمله را دارم. شاهدان میگویند حمله ها نه تنها به قرقیزها بلکه به همه مهاجران صورت گرفته است. مردم تهجویی تهدید میکنند و میگویند که زمین آنهاست. تحقیر میکنند، طلب میکنند که مهاجران از اینجا بروند. والنتینا چوپیک میگوید کسی از مهاجران از ترس به مقامات انتظامی مراجعت نمی کند و پلیس هم به تحقیق نمی پردازد. مقامات یاقوتستان و نمایندگان قرقیزستان ساکنان و مهاجران را به آرامی دعوت کرده و میگویند به خشونت راه ندهند. یک گروه دختران رسام نایه واسه این شب و روز سرتشویشند. چرا؟ در گزارش نوبتی میبینیم. امروزها هر کی به کلاب سفر می کند به زم شکوفه ها این تصویرها را در کنار راه می بیند. 7 طالبه مکتب به این وسیله خواستند مردم را به نوروز تبریک کنند. زیرا سال 2019 در جمهوری ما سالی چکن اعلان شده است. از همین سال ما رسم های چکن را تصویر نمودیم. این نورسان کار خود را از آرایش دیواری مکتب سر کردند. اکنون در دیوارهای کنار راهی هر جماعت ناحیه واسه نقش دستی آنها را می‌بینیم. این نورسان در مکتب رقم 38 دهه مهرآباد تحصیل می‌کنند و نازکی‌های رسامی را در خانه آموختند. از مادرم آموختم و این کسب به ما از بی‌بی‌هایمان میراث مانده است. رنگ و دیگر مواد لازمه را برای آنها مقامات محلی می‌خرد. نورسان می‌گویند از این نقشه‌کشی روی دیوار لذت می‌برند. و هر یک دشواری که هست هنگام صحبت این دشواری ها را پس سر می نمایند. دختران محلی بیشتر نقش های چکن را بالای متا می دوزند. این نورسان باری اول با تمنیات زیاد و با امید که تا نوروز آینده همه ما و صحت و سلامت باشیم. برنامه امروز انجام میدیم. خدا نگهدار.